اگر هر یک زنی که نماز میخواند لیکن در نمازش حبیب خدا میگوید در حق شوهر دعا نمیکند، نماز او در سر او زده میشود، قبول درگاه خدا نمیشود. زن همیشه باید دعا کننده در حق شوهر باشد، احترام شوهر باید به جای بیارد، حکم شوهر برای او فرض و واجب است. اگر گردن کشی کند، اگر ناپسندی کند، حاصل عمرم به نادانی گذشت، هرچی باقیست در پشیمانی گذشت. دنیا یادگار است و ما رفتنی، نماند به دنیا چیزی ناگفتنی. نیست روزی محشر جای حیله بازی، در آن روز خدا شود قاضی. جهنم همچو دریای نیل است، خدمت کن که بر خود کشتی بسازی.